سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت‌وپزهای خانگی. ما امروز همراه یک مدت پراژنی بیسکویتی تیار میکنیم ملایم. بسیار میخوایم که برای صبحانه یا برای دسترخوان، آرایشی دسترخوان یگانچه تیار کنیم که شیرینی ملایم باشد. برای من امروز خواستم یک مدت پراژنی آسانه که نشان دهم طرز تیار کنیشه. من 6 دانه تخم گرفتم. 3 دانش جدایی میزنیم، 3 دانش سفید، 3 دانش کاکائو گینکر میزنیم. یا خواهید 6 دانه سفید تیار کنید. من رزرخیتلی تیار کردگی هما. اگر رزرخیتلی وای باشد، پچکه باشد، میتونید 3 دانه تخم با 5 گرمش استفاده برید. 10 گرم باشد. من 1-2 قاشق کاکائو، آرد 6-7 قاشق کلان آرد، پرپر آرد، 100 گرم شکر رامایم 10-12 قاشق میشد. من 2-3 قاشق آب خنک برای بوی تخم گرفتم. ما در اول خمیرش تیار میکنیم. ما در اول 3 دانه زردی و سفیدی تخم جدا میکنیم برای آنکه بسیار پیامش خوشرو میاد. اگر سفیدی و زردی تخم ما جدا کنیم، برای همین من سفیدی و زردیش جدا میکنم. من سفیدی و زردچی جدا کنیم. من 2-3 دقیقه لب زده کم کم شکر همراه میکنیم تا سفید شدنش لب میزنیم. من چه سفید شود، من کو کم کم من زردی تخم همراه که با لب میزنیم. من همیشه لب زدم اکو کم کم آرده همراه کرده میختم کنیم به بلندر. آرده همراه کرده بالا آرده حتما رزرخی. من 1 قاشقچی میده من آب همراه میکنم. من خمیری ما تیار شد. من چه وزدوشنی تیار شد، نه غفص نه سویو. من لیستی من 25 به 35 سانتی متر. اگر کلانتر باشد تخمش میتونید اضافه کنید. من خمیری تیار کردم لیست میگیریم. یک خیل همه جاش من خمیرام میکشیم. من خمیری ما تیار شد. به مدت 20-25 دقیقه به 170 درجه تفتامه میگذاریم. من بیسکویتی ما پو ببینیم چه تیار شده است. من خوشرو برم کرد. من کو پشتشین ببینیم چه تیار شده. من ببینید چه خوشرو پخته است پشتشان. سفیدی خوشرو من ببینید ملایم. زردی و سفیدی تخم من جدا زنیم. من چه خوشرو تیار میشه. من کاکائو گنشان پخته گرفتم. من چه تیار شد. من رنگ همونو فقط 2 قاشق کاکائو همراه میکنید. من اکنون از طرزی تیار کنیشه نشان میدم. من حالا بیسکویتی پختگیامای جدا میکنیم. من میتونید یکم استکاناکی یا که من قالباکی من جدا کنه گیری. میشه جدا میکنیم. من چه میشه پیراژنی مایده چی خوش خورده. من 12 دانه شد 2 قبطه 12 دانه شد. من با چقه اضافه ماند. من این به کریم همراه کنیم نشه مکتر تاشچه تیار میکنیم. من یک نمود دیگه قالبی مخصوص برای کیکس، مثلا گریم مابینای کیکس گرفته کریم میکنی. من زیر مابینشه سفید و سیاه جدا کرده جاهاشونه آلوش میکنیم. من سیاه کریم نه سفیدم مثلا گریم من سفیده سیاه بیو
سیاه من سفید با رلاش کرم من همیشه هم کرم تیار میکنیم با درونی سنی پراجنی هم ریزه کنیم شروع میتابد برای همین من جوشانه آلوش میکنیم باری دیگر همیشه هم خیلی میکنیم من یه باری دیگر من جوشه آلوش کنیم نچه شد اکنون از کریم تیار میکنیم من از کریم تیار میکنیم کریم خشکی این کریم کلاوباین مفروشد ایننده کام کاغذی نشان میدادگیش نکی نشان تیم راستی که این لینگاباین هفته لینگشنده 30 کیلو این کریم بوشم خوش رو مزهشم نغز مثلا گریم تورتای تاجیکستان با تورتای میداوی همش به همین کریم استفاده میبرن این کریم از کجا خریده میتونید شما مخصوص مغازهای همین یعنی کاندیترسکی مفروختگی همین شهر رسیبه باشید همینجا ها اما کاندیترسکی میابید کلاباین اگر تاجیکستان باشید اما خلدیلنیکای مغازه بازارا بس که خلدیلنیکا کالباسه سمیتانه خیلی مفروختگی با از کیلوش 35 سامان اینجا باشه 400 روبل 1 کیلو این اگر 1 کیلو گرید این کمش 10 تا تارت با میرسد کریمش شخوری نغز میشد ما فقط همین کریم استفاده می‌کنیم تاجیکستان با من یک پیاله پر من پیاله همه ما میدانیم من یک پیاله من با نیم پر نه من اونقدر پر من 2 پیاله گرفتیم انا این با ما 2 پیاله آب خنک همراه میکنیم خنک همراه میکنیم مرزیلنی گرفته انا یکنیم پیاله آب خنک سخت خنک همراه میکنیم انا کنیم پیاله همراه کرده ما میکسر که لب میزنیم تا سخت شدنش کریمی ما تیار شد ببینید چه سفیدش رو تماما سخت چاپ بکنید نگاه وقتی نمیخواد کریم خوشرو تیار کریم که قالب گلای خوشروی مانده میشه ببینید چه سفیدی خوشرو سفید یعنی یک پیالهش پولی سامانی خودمون با 2.5 سامانی میگرده یعنی 2 پیاله استفاده بردیم 5 سامانی نه کریم منه چقدر تیار شد یک تارتامو رو بیمالا میرسد اینجا به 400 روبل برای همین من نظر همین کریم چقدر منم راستی کافتن یا یافتم منم طرز تیار کنیش من نشان دادم من از پراژنی همین کریم کی آرام میدیم من سوگوشانه ملکا که سیراب تیار کردم من کم کم میپاشیم باز ملایمی نغز میبیاد من که هر یک کشور من کریم میکنیم میتونید کریمی زورنا استفاده برید چقدر که خواهید نه استفاده برید میشه سفیدش به سیاهی سیاهش به سفید نه باش میپاشیم کریمش سبکی ناز سفید من 12 دانه کریم کردم درونش هم گیردش هم اکو بالاش کریم میکنیم من پراژنه کریم کردم من راست نمیکنیم باشمین بکار بکری استاد خشرو میتابد من گلازوری تیار کردم ما ویدیوش کانال باز گرده امین پراژنه می گلازور میکنیم هر یکشم فکر آرام میدیم زنجیر چیکاره من که هر یک پراژنه ما با من میشاب با کریم گرفتم نه گوشه میمانیم ما با نشوه
işte من همش با گلچه ماندم. من این گونه من رنگ красителя این فقط چنگ میپاشد برای همین گلا. مثلا گری من نوکچه‌اشو ببینید تشکچه رنگش سبزر همه نموده شاینه همون مخصوص همون مغازهای کرنیبه میفروشه. من حاضر همینه گلابه می گلی ساختگیامو به میپاشیم. نه چه چنگ میپاشد. ببینید الکای گلامو رنگش دیگر خیال شد. 150 روبل نرخش. اینه یکته گیرید و چقدر استفاده برید. نمیتونید گیرداشتان پاشید کم کم. چقدر شد رنگش الکای دیگه که بسیارتر چاشید بسیارتر با رنگی دیگه میشه و نورتر میشه. من مخصوص ویتامینچه ها برای آرایشی تارتا من مایده شمای کلان شمای از این باله می گلی کرکیامو با میمانیم. اگر کلان باشه میتونید کلانتر شمانید یکتا باشه یا مایده باشه میتونید همه مایده چه هاش استفاده برید. من روش بپاشیدم من چه شد من اینشه کلانتر تیار کردم زیرا این کلانش میمونه. من پیراژنی ما تیار شد. من اینه چه شد من با مدتی 2-3 ساعت یخدان گذاشته بعد درونش ریزه کریم بینی درونش چقدر تیار شده است. من چگونه میبینید پیراژنی ما هم تیار شد 12 دانه شد. اینجا با راستی نگونجید با ابریسکاشو من یک مو تارچه تیار کردم. چقدر کریماش چقدر شروع شخ شد. درونش ریزه کریم بینیم درونش چقدر تیار شده است. من درونش میبینیم عصبی بیسکویت بودنش بریدنش چقدر ملایم عجایب بود. من درونی پیراژنی ما من شخمت تیار شد. چقدر من بیسکویتاش شلوندگی کریماشم شروع شخ شدگی من ریزه کنی هاش چقدر ملایم عجایب بود. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید подписаться کنید و یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.